مسابقه کشادی والیبال در شهر پنجکند 18 دسته والیبالبازان تشکیلات و مؤسسه‌های منطقه را به هم آورد. در طول ورزشی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 47 شهر پنجکند بخشیده به 32مین سالگرد تأسیسی قوای مسلح مملکت، مسابقه کشادی والیبال برای دریافت جام رئیس شهر دایر گردید. در مراسم افتتاحی مسابقه گفته شد که مقامات اجرایی محلی حکومت دولت شهر رشد ورزش را پیوسته زیر نظر قرار داده، همساله برای بنیاد انشاءات ورزشی برگزاری مسابقه ها از روی نمودهای گوناگون ورزش کار زیادی انجام داده می شود. در مسابقه کشادی والیبال برای جام رئیس شهر 18 دسته از تشکیلات مؤسسه‌های شهر بین خود دوام 2 روز سبق قد نمودند. در رقابت نهایی برای به دست آوردن مقام اول دسته جماعت دهاتی رودکی با تیم دهاتی یاری نیروسنجی کرد. رقابت فینالی مسابقه بسیار هم حساس و دیدنی صورت گرفته. تیم رودکی در آن توانست پیروزی به دست آورد. بعد به انجام رسیدن رقابت فینالی با اشتراک رهبریت شهر و مسئولین کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، ابتدا به یک قطار اشتراکیون و فعالان ساحه ورزش منطقه سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی تقدیم کرده شد. بعدا برنده مقام سوم مسابقه کشادی والیبال تیم جماعت دهاتی وارو با جام، سپاسنامه و 5000 سومانی جایزه پولی قدردانی گردید. با دسته جماعت دهاتی یاری که در فینال شکست خورد، در برابر جام و سپاسنامه 7000 سومانی دیگر اهدا کرده شد. هنر و مهارت والای دسته غالب مسابقه والیبال بازان دسته جماعت دهاتی رودکی با 12000 سومانی قدرشناسی گردید.